امیدوارم جور صد سلامت باشین. سارا هستم و بسیار خوشحال هستم که در خدمت شما عزیزان هستم با یک ویدیو جدید. امیدوارم که این ویدیو براتون جالب باشه و تا آخر ویدیو با ما باشین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ پشتو است که در راگ کماج جور شده. دوستای عزیز، من میخوایم که از تمام شما عزیزان که بر هر نوی تانستین که کانال سپورت کنین یک جهان سپاسگزاری کنم. کامنت های زیبای شما بسیار انرژی مثبت میدن. دوستای عزیز لطفاً کامنت و لایک فراموش نکنین. کسایی که در درس های آنلاین ما میخواین که اشتراک بکنن، دوستای عزیز از روز یک شنبه ساعت 4 تا 5 درس های آنلاین ما است که اگر کسی میخواد که در درس های آنلاین ما حصه بگیره، در لینکی که من در زیر ویدیو میگذارم بالای از او کلیک کنین. تمام مرحله شما طی میکنین و بسیار آسانی میتونین که عضو ممبرشیپ ما شوین. دوستای عزیز، در هفته گذشته من بر شما وعده کرده بودم امروز ما آهنگ بسیار زیبای پشتو چلیوانه گرزمه غم ده هجرنده ایده دوستای عزیز کار میکنیم. ما این آهنگ میخوایم که از دی بخوانم و اگر کسایی که راگ کماج هنوز ویدیویی که ما آماده کردیم او رو ندیدن، لطفا اول رو شما ببینین. من لینکش در بالا میگذارم، اول رو ببینین پیش از اینکه شما این آهنگ گوش میکنین یا میخواین که یاد بگیرین. خب ما یک دفعه آرو افرو میکنیم راگ کماج اگر که ما از دی بخوانیم. ساگا مپا دانیسا سانیدا پا مگره سا چلی و نی گرزوما غم ده هجرانده ملامت نیم خلقو یار پا گرانده ملامت نیم خلقو یار پا گرانده چلی و نی گرزوما غم ده هجرانده ملامت نیم خلقو یار پا گرانده. آهنگ از اینمی دی میجر کورد شروع میشه و آهنگ از سه خوانده میشه. چلی سگا چلی و نی گرزوما غم ده هجرانده ملامت نیم خلقو یار پا گرانده. اینه میاستایی دوستای عزیز و احمد ظاهر عزیز امی آهنگ خود آهنگ میلودی نواخته. یعنی ما بعضی کسا دیگه میلودی در این نواختن یک توتیش هم ما بسیار زیباست به نظر من که اگر خود میلودی می آهنگ ما انترلودش بنوازیم. یعنی که انتری از این آهنگ همچنان از اینمی دی میجر کورد است اما فرستن ورژن است که یعنی معکوسش از اینمی سه از اینجا رفته در های اکتف اینطور. این از اینجا شروع میشه. از اینجا شما میتونین که شروع کنین ولی اینطور اگر بگیرین این رقمی، یعنی چون ما این نوت استفاده میکنیم از های اکتف سر استفاده میکنین، این رقمی نوت کوردش شما بگیرین. دیار دی پاکمینا درو تازه یوما غم
پمکرنده دیار انتره از سه شروع میشه، یعنی آستایی و انتره اردوش از سه بودن، ولی آستایی که بود از این سه شروع شده بود، اما انتره ما از های اکتف شروع میشه. دیار دی پاکمینا ترو تازه ما غم دست روشن دو پمی به اندازه ما کلا براشیاره او کلا براشیاره دامه ارمانده ملامت نیم خلقو یار پمکرنده. تمام آهنگ بود دوستای عزیز. این ریتمی که در آهنگ استفاده شده 7-8 تایم سیگنیچر است، یعنی که در 4 بار ریتم 7 تا نوت یک برشتم قرار داره که ما میریم ایده در مغولی یک جای تمرین میکنیم دوستای عزیز. چلی و نیگر زما چلی و نیگر زما هم ده هجرانده ملامت نیم خلقو یار پمکرنده ملامت نیم خلقو یار پمکرنده چلی و نیگر زما هم ده هجرانده ملامت نیم خلقو یار پمکرنده ملامت نیم خلقو یار پمکرنده. هجرانده ملامت نیم خلقو یار پمکرنده